مخالفان بارها مقامات را برای در اختیار سرمایه‌گذاران چینی گذاشتن کانهای معدن از جمله طلا و نقره که بعضی آنها در شکل خام به بیرون برده می‌شوند تنقید کردند. مقامات میگویند این هدیه یا فروختن ثروت‌های طبیعی تاجیکستان نیست، بلکه یک نوع جلب سرمایه‌های خارجی است. بختیار شریفی، معاون اول وزیر صنعت و تکنولوژی‌های نو، روز 28 نوامبر در مجلس نمایندگان گفت ذخیره کان‌های دوآبه شرقی و کومرغ بالا که به شرکت تبع پیشنهاد شده است می‌تواند زیادتر باشد. هنگام پیشنهاد کردن کان‌های مذکور که قبلا در آنجا کارهای اکتشافی گئولوژی در دور حکومت شوروی گذرانده شده بود، ذخیره طلا همگی 51.7 تن را تشکیل میکرد و طول سالهای 2013 و 2019 کارخانه توانست که با جلب 53 میلیون دلار حجم ذخیره را به 64 تن رساند. باید بگم که ذخیره‌ای که عین زمان از جانب شرکت معین کرده شده است در حجم 64 تن، این ذخیره نهایی نیست. احتمال است که آن تا 100 تن را تشکیل کنند. شریفی همچنین گفت شرکت تبع تا آخر امسال به کارکرد طلا شروع می‌کند. به پیشبینی مقامات تاجیکستان این شرکت چینی در یک سال تا 2.5 تن طلا استخراج خواهد کرد. شرکت تبع چین با خرج 349 میلیون دلار در سال 2016 ساختمان مرکز برق و گرمایدهی دوشنبه 2 را به انجام رساند. از این حساب 17 میلیون دلار سهم تاجیکستان است. مبلغ باقی مانده قرض اکسیم بانک چین است که تبع برای ساختمان مرکز برق و گرمایدهی دوشنبه گرفته است.